سلام به روی ماهتون، به چشمون سیاهتون. خب میخوام در مورد یک موضوع خیلی مهم بهتون بگم که خب خیلی از عزیزان هم به خاطرش واقعا هزینه‌های انگفتی رو دادن، به خاطر تبلیغاتی که حالا توی این اینستاگرام یا بعضی از مؤسسات انجام میدن. آیلتس حالا بعضی از عزیزان میگن آیلتس، حالا با یه لهجه خاص دیگه آیلتس. اوکی. یکی از رازهای آیلتس، آزمون آیلتس، این هستش که شما کامیونیکیشن رو بلد باشید. نیازی نیست که کلمات قلمبه سلمبه و یا فریزهای خیلی سخت رو، چون اون اگزمینر رو یا اونایی که دارن امتحان میگیرن متوجه میشن این چیزایی که دارید میگید مال خودتون نیست و حفظ کردین. به خاطر همین پیشنهاد من به عنوان یک مدرس زبان این هستش که خودتون باشید. حالا برای اینکه راهکاراتون رو از ریز ریز شروع بکنید، چون خیلی ها همون آیلتس رو به صورت خودخوان دادن، اصلا کلاس نرفتن و حالا من میخوام بهتون کمک بکنم که خیلی راحت و بدون هزینه و یا با هزینه خیلی حداقلی بتونید ماک آیلتس یا آیلتس رو شرکت بکنید. دوستتون دارم.